تمرین عجیب و غریب کیف پول جادویی رو قراره یاد بگیریم و انجامش بدیم. ابتدا نیاز به کیف پول یا جاکارتی داریم، پس اگر ندارید حتما تهیه کنید. این تمرین کمی عجیب و غریبه و ممکنه که کامنت های منفی بگیره، اما از شما میخوام بدون قضاوت این تمرین رو فقط برای یک بار انجام بدید تا از نتایج شگفت زده بشید. همین ابتدا بهتون بگم در این تمرین ما از انرژی ذهنی خودمون استفاده میکنیم و تک تک عناصر کیف پول خودمون رو تحریک میکنیم تا گیرنده انرژی ثروت بشه. کلام ما دارای ارتعاش هست و یک موج انرژی بیشتر نیست. اگر بهش فکر کنید متوجه میشید. ما توسط انرژی و ارتعاش خودمون بر روی انرژی مولکولهای کیف پول اثر میذاریم. لطفاً بدون قضاوت این تمرین رو انجام بدید. متنی که در ادامه به شما میگم رو روی یک کاغذ بنویسید، چون قراره برای کیف پولمون بخونیمش. کیف پول عزیزم، همکنون با انرژی الهی درونم به تو میگویم که به خزانه غیبی ثروت کائنات متصل بشی و آن ثروتی که حق الهی من است را به جریان زندگی من وارد کنی. از خداوند بابت وجودت در زندگیم سپاسگزارم. این تمرین رو فقط یک بار انجام بدید تا خودتون از نتایج شگفت زده بشید. در دوره ایموشن کد 10 تکنیک مخفی دیگر رو آموزش دادم که میتونید یاد بگیرید. برای اینکه انرژی نتایج این تمرین رو به اوج خودش برسونید، مثل من برای بقیه افراد این پست رو به اشتراک بذارید. همین الان توی کامنت ها بنویس من لایق بهترین ها هستم.